روزی که میخیزد اولین سخن حضرت در جای خیستن میگوید این چی است؟ امتی امتی امتی، حال امت چگونه است؟ روز رفتن تلخی جان دید، گفت ای پروردگار عرشی مجید، تلخی جان اگر چنین باشد امتانم مطیق این باشد، تلخی جان امتان من بده جمله را به جان من. پروردگارا من تلخی جان حس کردم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. خدایا من به سوی تو دعا کرده بودم مرا از سختی و مشقت جان کردن خلاص دی. من این سختی را دیدم پروردگارا، امتهای من طاقت جان دادن ندارند، این سختی را ندارند. خدایا همه جان کندن امت را در جان من بینه، لکن امتی مرا آزار نده، امتی ما را این وضع بینی نیار. چون این پیغمبری برای ما و شما خداوند نصیب گردانده است. گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت. حضرت میگوید گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت، بده یا رب به دستم روز محشر دفتری امت. خدایا روز محشر خیلی روز دشوار است، روی خط تمام امت من از تو طلب دارم. پروردگار روی خط اینها را در دست من بده. دلم دائم برای امتانم چون داغ می سوزد، نبینم کاش در هر دو جهان درد سری امت. پروردگارا هیچگاه نمیخوام درد سری امت را بینم، هیچگاه نمیخوام که در دیده امتم آب چشم را خواه در دنیا و خواه در قیامت از عذاب و شکنجه ببینم. پروردگارا این گونه دعاهای مبارک از رسول اکرم در حق امت میشود. وقتی این سخن را میگوید بگوید جبرائیل ای دوست وهاب. وقتی این رسول اکرم که از حال امتش میپرسیده است به سوی جبرائیل از حالت امت که میپرسیده است، جبرائیل چی میگفته است؟ بگوید جبرائیل ای دوست وهاب، هنوز است امتان جمله در خواب. ای امت، ای محمد صلی الله علیه و سلم، اولین شخصی که زنده شد این تو هستی. تمام امتان تو الها در خواب هستند، هیچ کس بیدار نیست، به جز ذات تو دیگر کسی زنده نشده است. به زیر عرش رو ای عالم آرا، حضرت جبرائیل توصیهش میدهد به زیر عرش رو ای عالم آرا، ببین لطف و کرم از حق تعالی. رود حضرت به زیر عرش آن روز، برای امتان در ناله و سوز. حضرت توصیه میدهد که امروز بجز ذات خداوندی دیگر هیچ دادرسی نیست. امروز فقط همان ذات میتواند هر کسی را از دوزخ خلاص میکند یا وارد دوزخ میگرداند، فقط در دست اون ذات است. محمد زیر عرش رو از زیر عرش طلب کن، از خدای خود طلب کن در حق امت، حال امت از اونجا طلب کن. رسول اکرم میگه دوان نه پدر به یادش است نه مادر به یادش است، دوان به زیر عرش می رود. جسد مبارک میگه در بالای همون زمین عرش می پرتاید، به سجده می نهد سر را به درگاه، به دردی امتانی خود شفا خواه. حضرت سجده در پیشانی مبارک میگذارد و به زاره می درآید. بگوید امتی یا امتی او، تضرعا کند به درگه او. در سجده سبحان ربی الاعلی نمیگوید، در سجده سبحان ربی الاعلی نمیگوید، بلکه امتی امتی امتی. پروردگار ما در شب معراج به تو عهد کرده بودیم که امت وارد دوزخ نمیگردد. پروردگارا تو در دنیا گفته بودی ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که محمد من تو را راضی میگردانم. امروز روز شام، امروز ساعت شام. خدای مهربان
من میدانم تو عهد را نمیشکنی، لکن من زاره میکنم از تو، تولا میکنم پروردگارا امتی مرا وارد دوزخ نگردان. من بر تو گفته بودم ای ذات پاک اذن لا ارضى و واحدا من امتی فی النار، من از درگاه تو راضی نمیشم تا وقت یک امتم در دوزخ باشد. خدایا من از تو راضی نمیشم. از آن ناله بنالد عرش رحمان. این ناله محمد چنان ناله تأثیر بخشی هست که عرش الهی را میگه در لرزه میارد. از آن ناله بنالد عرش رحمان، به موج آید شکوهی بحر غفران. خداوند طاقت ندارد که محمد را در گریه بیند، طاقت نداشته. از همین خاطر موج رحمت الهی، دریای مغفرت الهی میگه در جوش می آید، عرش در لرزه می آید. چی می گوید؟ ندا آید ز خلاق جهاندار، آن ذاتی پر اقتدار آن روز یک صدای می زند. ندا آید ز خلاق جهاندار، حبیبم از شفاعت خواهی مختار. ز من بخشش بود از تو شفاعت، تو را کردم شفاعت خواهی قیامت. حبیبم من آن عهد را فراموش نکردم، امروز بخشش از من است، شفاعت از تو است. سری خود احمدا از سجده بردار. احمد محمد از زیر عرش من سرت را بردار، نمان پیشانی مبارک در بالای خاک نمان. سری خود احمدا از سجده بردار، خریداری کنی رو بین بازار. این بازار قیامت در اختیار تو، هر کسی را که میخوای، کدام امتی را میخوای رو شفاعت کن. سری خود از بالای این، از این بالای خاکی ذلیل پیشانی خود بردار. شود خوش آن زمین، بالا کند سر، بپوشد حله های خلد و دربر.